باشید. درود. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اینجا ما کد و دستورات متغیر رو داریم به زبون سی پلاس. میخوام که این کد و دستورات متغیرمون رو با فایل در واقع با فایل کامپایرش اجرا کنم. کد و دستورات متغیرمو چطوری با فایل کامپایرش اجرا کنم؟ اینجا کد و دستوراتی که ما توی سی پلاسمون داریم، متغیرها رو چیکار میکنیم؟ با موس کلیدم روش میکشم، کلیک راست میکنم، نگاه کنید تا آخر میکشم. خب بعد کلیک راست میکنم، یا عرضم به خدمت شما این که کپی رو میزنم، نگاه کنید، کلیک راست، کپی. بعد میام از این سی پلاسم بیرون، میرم وارد فایل کامپایرم میشم. وارد فایل کامپایرم که شدم، بعد اینجا میرم قسمت فایل، بعد اینجا نیو رو میزنم، وارد سرور خالی میشم. بعد اینجا عرضم به خدمت شما کلیک راست میکنم، اینجا عرضم به خدمت شما پیست رو میزنم که کد و دستورات متغیرم اینجا بیان که اجراشون کنم. نگاه کنید الان اینجا اومد. حالا اینجا این گزینه چی رو میزنم؟ تیکو میزنم. تیکو که زدم جو یس رو میزنم، جا سیو رو میزنم، یس رو میزنم و نگاه کنید اینجا کد و دستورات هم چی شد؟ اجرا شد. خب میبینید این پایینه اجرا شدن. و حالا میخوام سیوش کنم. اینجا فایل رو که بزنم، عرضم به خدمت شما سیو از رو که بزنم، هر جا که بخوام میتونم سیوش کنم. دسکتاپ یعنی صفحه اصلیم، حالا یا قسمت سی یا قسمت ای، حالا هر جا دسکتاپم، حالا دسکتاپ سیستم عاملم میخوام سیو کنم. سیو رو که بزنم کنی الان سیو شد دیگه، رفت قسمت دسکتاپ صفحه اصلی، یعنی در واقع سیو شد کد و دستورات. امیدوارم که ویدیو براتون جالب باشه. خسته نباشید.